بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذن محترم ماه شعبان ماهی که ماه عبادتی بزرگ به نظر میکردگی، ماه رمضانی که دعای امت مستجاب شدگی، ماه برقدر رمضان میگی از ماها بیشتر شدیم انشاءالله. نصیب نداری قریب اطراف بسر زنده همه ماه میرسن. آن ماهنده مابینی بنده پروردگار مستحکم میکردگی، مستحکم میشدگی روز تا همون روز ما مثلا چه چیزها به اعتبار شدیم. همین موضوع انشاءالله صحبت میکنم. رسول الله میگن که مکتوب فی الانجیل کما تدین تدان و بالکیل الذی تکیل تکال. رسول الله گفتن که در همه کتاب هایی که الله روی زمین به فرقه داده همشان یک معنی حیات، یک معنی حیات. کما تدین تدان. دیگه انسان ها سه چیزا قرض بدهی، همه چیزا اولما قرض میگیری. یعنی انسان ها چخیل معامله باشی، انسان ها چخیل در مناسبت باشی، نیکی داشتی یا بد داشتی، کدامش داشتی همه چیزا میگیری. گفته پروردگار در قرآن کریم هم گفته است. حضرت عیسی علیه السلام آمدگی کتاب انجیل آمده است. حضرت موسی علیه السلام آمدگی تورات هم کتاب است. حضرت داود علیه السلام آمدگی زبور هم همین یک خیل ماننده چهار تا کتاب انده یک خیل ماننگی حکومت است. ما انسان ها میکردگی معامله ها ما میگشتگی جواب خط است. برای همین مومن انسان مابین خودش و پروردگار برای اصلاح کردن، مابین مومن پروردگار اندر دیگه چیز، دیگه عمل، دیگه کاری که خلافت میدید همه چیزا نمونده نشده کن. مثال ثواب عمل کساییم همون ثواب ما تلاش میکردگی و دیگه کارهای خیر میکنیم، همون کار خیر مایم دیگه انسان به نمیگشتگی کرده خدا ما احتیاط کردن نکن است. و همین چیز به یارشه حیال نکن. اگر در گردن ما یک قرض بنده مونده شد، همون قرض بنده تا حساب نشود مابین مای پروردگار حساب نمیشد گفته دانستن نکن است و هم به یادش عمل کردن نکن است. این دیمت هر چور کتاب انده یک ماننده هر چور امت به تا روز قیامت حکمش جاری بوده قرآن کریم انده اومدگی حکم. دیمت انسانی که حیات برساز همین میزان و انسان باید از خودش دور کردن کنه. همین میزان را فراموش کردن نکن است. و بالکیل الذی تکیل تکال. دیگه این انسان ها برکشیده دیگه چی دادن تو آن روز برکشیده میشد. ما دیگه انسان ها ترازی خیر که برکشیده باشه میگیری ثوابش آن روز میگردد. برای همین مویا ثواب مویا گم میکردگی از گردن انسان با میموندگی از قرض، از همین خیر قرض گناه، قرض غیبت، قرض مالی، قرض سخنی نماننده حرکت میکردی. عادی السلام علیکم و علیکم السلام میگیم کو هم السلام علیکم گفته
انسان به علیکم السلام نگویم هم قضاشه مونه همین چیزم مومن آدم قرض باید فرمایش تفاد دید طوری آخر وقتانده یک همون حق برکه سبب شد یک تاش موبینی امتانده السلام علیکم و علیکم السلام آشکار شده گری برکه می‌خواد همین برکه ما سببش نکمونیم یعنی السلام علیکم گفته انسان کتی و خوردن و انسان علیکم السلام کتی ما جواب دادنش موبینی که همسالندم موبینی یاشندم بلاشه شد لیکن همون انسان حیاتش میامدگی همون حق برکه سببش یکتش بدگیش میفهمد یکان تا دیگه انسان با بیگانه انسان با اول سلام داده و انسان خود معامله نمیکرد خیریت همین در مشتری در مدگی همون اتو مشتری انسان ها شنبدن ها السلام علیکم و علیکم السلام مسیح نه کوشه برای محتنده خواه یاشما خواه کلام سلام یک سببی برکه که تیپ مانده سوده است یا مانده سوده است هم ته اسرافانه مسیح سلام داده علیه نگته سلام دادن علیه گته هم شعار مسلمان باشن و دیمش سبب برکه بود خونه موندم السلام علیکم نیست و علیکم السلام نیست اگر نباشد دماغ دارم که یک تا جوی برکه میمادگی از آیل ما داشته است همیشه گفته این سبب بود دیم حدیث آخرش هم خلاصه میکنم حدیث های گفته براتون شنیده براتون مثلا میگن که معلم الخیر يستغفر له كل شيء حتى حيتان في البحر یک انسان با یک کل نازل یا یک انسان تبول حیوسان یک انسانی که از وای دیگر انسان ها یگان نیکی یاد میگرن یاد گرفتگیان داند که همون معلم الخیر نازل یک انسان وای برای زمانگی جمعی جانزاده که های وای حق های انسان با استغفار میگود حتی الحیطان فی البحر حتی که در ماهی و اوبنگی همون جانزاد هایم حتی همون دیگه انسان ها و نیکی رساندگی انسان با استغفار میگوید یک تا استغفار خدا ما برای خدا ما غایبانه کردگی در حق دوستان ما دعا ما اجابت کو خود همین خیر دعاهای غایبانه برای ما میشده است از جمعی که روی زمین و تکابنگی از حشرات و جانزات ها اگر ما دیگه انسان ها نیکی یاتی بود است خدامان دو بدگی خدامو کسادگی گاه خدامو کراتان سادگی خب همین خیر نیکی های دیگه انسان ها رو دیدن ما دیگه انسان ها تفسیر کردن ما این مویا همین خیر حق ما استغفار گویا بسیار میشد است کی نمیخواهد حقش به دیگه انسان استغفار بود کی نمیخواهد حق با این بار دیگه جهان ده دعا شود بلکه موبین و انسان و پروردگار انده یگان لقمش انده شبه بودگست یگان قلبش انده کبر بودگست و دیگه یگان داشت با نودمونی قرض شدگست موبین بندی پروردگار دعاش میداشتگی چیزهای دیا قرض باشد نتیم دعا ما بسته میشد قلبمون کبر ما باشد دعا ما بسته میشد یا که لقمه مانده شبه باشد دعا بسته میشد این یک عیب باشد دیگه همون عیب دار انسان تو همون عیبش خالی شدن دیگه انسان ها نیکی یاد دادن گرم شاید که همه انسان های بدعاهاشان از قلب ما کبر برود شاید که از همون انسان های دعاهاشان کتی از لقمه ما همون تمره حرامی بدونه باشه شود یا که پروردگار همون گردن مانده استادگی دارن
دادن با همون گردن ما یور نبوده همون خرزان ما شاید که پروردگار تیاندن با ما پروردگار الهام کرد برای همین دیگه انسان ها نیکیا رو دیدن میگیره همون بدن ما سویم اللهم اغفر لي ولوالدي ولأستاذي میگو همون استاد و همین استاد نداره همه نیکیا دیگه انسان ها رو دیگه همش میداره هوا انسان بلکه لقمش حلال بوده هوا انسان بلکه خرجش همیشه نمیده شده که ما با این یک تنبه نبوده یا که باید انسان ممکن قلبش کبرش نبوده هوای ما دعا کنند داری شاید که باید قطار هوای ها شاید برای همین از دیگر انسان ها از نیکی روا دیدن هیچ خدا نداره صنعی حدیث اصلا میگن که مفاتیح الغیب خمس لا يعلمها إلا الله لا يعلم أحد ما يكون في الغد إلا إن شاء الله إلا الله بس گفتن که 5 تا چیز غیب است همین چیزا که نداریم که به اعتبار نمونیم همین چیزا ما نونا کنیم 5 تا چیز غیب همون غیبه از الله بگشت نمیداند دیما درباره هم 5 تا چیز سخن کسی رو وقتنده اگر پیشگویی که مونو نگری دان که با پروردگار غیب رو تلاش کسی لا يعلم أحد ما يكون في غدا هر دو سه نشه از الله بگشت نمیداند همین خیلی بلان مگری خدا انصاف نتیاد خیلی میشه میگویم میشه میکن تو این خیلی باشی هر دو همین خیلی میشی میگفتن نکن همین راه کده برای مگری تو با پروردگار فردا این خیلی اله تو داداش ممکن گفته با انسان میگردمه لیکن و انسان فردانی غیبش من یا که فردانی روز میشتگی من حال با کار من دانو نکنم غیب درباره غیب مومن آدم زبانش کشته دارد ولا يعلم أحد ما يكون في الأرحام تولد شدنا فرزندی که تولد میشه در اشکم مادرش و چخیل میشود و هم غیب است بلکه طبیعت رواج افته معلوم چیزها تخمین میکرده است لیکن تو تولد نشود غیب درباره و سخن کردن و احتیاط میشه این چیز غیب است ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله سیومش قیامت کی میشود درباره این فقط پروردگار میداند فلان خیر شود روی زمین هشکی نمیمونده است فلان خیر شود اگر زمین از تیر خشم برامون برفته است این بعض تحریکه هایی که امت مسلمان را از غیب دانی فقط از پروردگار است گفتگی غایه انسان را گم کردن به تعیین شدگی تشکیل شدگی کارها تا همون نشانه های قیامت پر نشود تا آخر انسان تولد نشود و تا آخر انسان همون تقدیرشنگی عمر نبیند قیامت نمیشه فلان خیر شود اگری فلان خیر میشه است دنیا هیچی نمیمونده است میبین کو همین کار غیب حساب میشه درباره همین چیز
زبان میدارد. این چیزها، این ترغیبات ها، این فتنه ها مومن انسان فقط برای ایمانش از قلبش برآمدن سبب میشه. خلاص دیگه چی نمی‌ارزد. چه گپی هم دیدم فلان روز فلان زمین با فلان چیز آمد می‌رسه و چه نمی‌مونده است. الان خیلی چیزهای گفتن که مومن انسان غیب و دواکار انسان میشه است. بعضی همه خیلی فکرها در هر جاها اعلان شود نخوانید نشنوید موادش ندارم باشه دیگری فراموش کنید. فردا یک چیز گفته مونده و این انسان هم از قلبش ایمانش نبردن به این دماغ سیوم غیبی که غیر از الله در کس نمی‌تواند. چهارمش و ما تدری نفس بأي أرض تموت إلا الله. نمی‌داند انسان در کجا می‌میرد الا الله، فقط الله می‌داند. عمرش، آخرین نفسش، آخرین طعامش از کدام روی زمین حی همونجا به همون چیز خوده و انسان سال عالم می‌رود. برای همین یگان سبب مسافرت، یگان سبب کار هوا انسان همونجا نمی‌رفت نمی‌مرد. گفتگی ادعای غیب، از غیب از تلاش کردن خود را احتیاج کنیم. نصیب این همون زمین برسته. این آدم عمرش همونجا نتواند رسته. تمام. از این بالاش کارمونه نمی‌رفت نمی‌شد. گفتگی دعوای ما فراموش کنیم. این چیز اسلام پیش و در اسلام هم ایمانش پرنگردگی انسان هم در حالی هم هست. یک انسان مرگش پس سبب شدگی دیگر این انسان یک عمر گفته میگرده. هوای کشتگی گفته خوب باشه آدم اصلش هوای سبب شدگی. الله همون انسان همون جنه با سبب هوای انسان اولا گرفت گفته پروردگار با تکیه نکنم و یک سبب تکیه نکردیم. از این چیز ما حذر کنیم. آخرش میگه ولا يدري احد متى يجيء المطر الى الله. در باره بهوا فردا باران میبارد یا نه این غیر الله درست نمی‌داند. متخصصا فلان روز با همیشه کسی خدا خواهد ششم گل نبیم انا میشن نه همون رفتی شمال به نسبتا همون شمالنده همین خیر ابر مساعده است. همون ابرنده همون ابر آمدگی فلان جهان باران بوده است. اگر همون حال بیاد ماندن باردش ممکن بگوییم مگری گناهکار نمیشه. انف گفتگی چیزا فراموش نکنید. انف فردا بسیار سخن میشده است. انف فردا باران میبارده است. از انف سخن کردن خود را احتیاط کنید. demak این 5 تا چیزنده ما غیبه دوا نمیکنیم. sonungi hadis اینم جدا مهم چیز. من حسن الاسلام المرء تركه ما لا يعنيه. انسان اسلامش از خشنو شدنش، از پره شدنش، از رواج یافتنش اشاره است و انسان در کارهای بهده کم شدنش. کار بهده است، سخن بهده، ششت بهده، دیگه یک میشدگی کارها حالهای بهده، همه چیز اگر به انسان
نه حیاتشو نه اسلامش را فایده نمیکنی از همه چیز خودش داشتنش کتی از بهتر کارهای دور شدن کتی و این انسان اسلامش رواج میفته است. اگر ما بسیار گفت ما اسلام ما کمشنش دانیم با غیبت ما ایمان ما ضعیفشنش دانیم با مجلس های بهتر کتی عمر ما برفتنش دانیم مگری ما همه چیزها دور میشیم. نه دنیا ما نه علم ما نه آخرت ما نه خدا ما نه دیگه جو انسان ما منفعت نمیشنگی از قول و سخن خود را احتیاط نکرده انسان و انسان با خوف رفتن اسلامش اسلامش ناز شود و آدم زبانش هم ناف میشن معاملش هم ناف میشن فعلش هم ناف میشن همشنهاش هم ناف میشن همش ناف میشن است. اگر جای ناز با فعلهای گنده نوتوری پشت را برساسبی دمت دانه که انسان اسلامش خواه شد است. خدا نگهدار. نازم اشتهای بهدما کم شد سانهای بهدما کم شد جای غیبت و صحبتهای ناز شد جای بهده کینای و دیگه چیزها و تسبیح و نماز شد جای ششتهای غیبتخانه و جماعت مسجد این شوشت ناقص. اگر نشوشت داری همین چیزا در حقش میکنه که پروردگار من کی اسلام پر میکردشی پروردگار من با کی اسلام پر رسم میکردشی پروردگار من چرا همین خیر ایمانش اسلامش پر انسان ها نکردشی من کدام عیبم کدام نقصانم من ایمانم ضعیف کسا شاید گفتگی سوال در خود جواب افتاد نکرده جواب فتانم و همون جواب معالجه کتانم بگری انشاءالله اسلام مناف بشه. یک اعضا ما یک شب یا یک ساعت ما به حلاوت کنه نگری همون اعضای برای معالجه کردن 3 کار میکنیم خدا میدونم. 9 ساعت گوشمون نشنود 1 ساعت چشممون نبیند 2 ساعت پشکم و را نگرده بگیری همه تو همون روز یافتگی دنیا ما دادن عوضش به همون اعضا ما اصلاح شده نشه سالم شده نشه هم میخواهد. این برای کمک 2 روزه یا 3 روزه یا 4 ساله دنیای راحتش برای حقیقی برای مومن بدگی راحت جنت و موسیقی تحکدم ما برای روز قیامتنگی مرتبه ما کار ما حساب ما از کدام چیزا از بحرش برامدیم حالی هم ناس کش بشون هدو حالی هم غیبتی بشون هدو حالی هم حقی کسا گدن ندادگی انسان هدو خدا این سوالانگی باید گردنش نه قرض مطلق انکار کرده حجم رفتگی انسان هدو رفتگی انسان هدو مکهی حقیقی اسلام رو میکنیم حقیقی ایمان رو اتفاش پیغام میخوریم درباره حج و واسط داریم حج پنجم فرض و قرضی آدم باید قرضار با نه عمره یا زیارت هم اگر همون صاحب ملکتی موبین وانگی معامله روزش رو موشد گری اول قرض ما میتیم سال امرام میرم تو سال دیگه تیم بشد گفتگی وعده ما باشد
حوزه نتیجه مگر و انسان رخصت داری سانی راه میشه خانه و اسای کور فرموده حقش نداده امر رفسر انسان حیل اشتیم بیچاره استهام مثلا دنیا فلانچی عمر رفسیان 7 میلیون به من شرطنامه کردن یعنی خواهش لیمون کردم ندوسوس کای میکنم کای حقیقی برای پروردگار اسلام همه پر کردم و حقیقت میکنم انا خیلی مسلمان انسان را ماشین شد خود آخر حدیث ما اصلا میگن که من اشراط الساعة ان يتباحى الناس في المساجد از نشانه های قیامت میشه انسان ها در مسجد اندر دنیا هاشون مخترش کردن شد اصلش مسجد جای گپ نیدیم درباره جمعنگی یک سخت حدیث است کدام انسان یگان سخن کند یارانگیش برد همون یارانگیش گپ نزن بودگری الی گپ نزن گفتگی هم جمعه نیدیم اون گپ زگی کن پیشتر برد است از شرط های جمعه سا میشه از آداب مسجد سا میشه مسجد اندر غم دنیای فراموش کردن درام هستیم نصف نماز اندر تلفن هم میچند برای خدا شده 15 منت وقت مایم از همه دنیا رو کنده نمیتونستگی جمعش نمیدونیم خدا نگه دارد خبرتان های و امروز 3 روز باز از رویت قرب 20 امام اومدن همون محل همونده سواجه کردن کن سرنه همون موبایل همونده به مذهب بشکنه برای طور کردن به علم بخش اثبات کردن فهموندن انچه صحبت ها بردن انشاءالله امروز همین مشکل سخن دا صحبت هم میکنن هوای انسان هایم از دیگه جا اومدن غمی سخن خدا نشان این بیجز نه به حساب نه اصلاح شده مونده کرده به علم ما دیر بدن افتاشته کار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم احسن عاقبتنا في الدنيا كلها واجرنا من خير الدنيا ومن عذاب الاخره پروردگارا دعا میکنیم دعا و اجابت گردانی از قلب ما کبری که ما بین ما و تو پرده میشد برداری پروردگارا گردن ما قرض ما باشد هم قرض دادن بعد کنه که ما بین دعای ما و اجابتش پرده میشد و پروردگارا از لقمه های حلال نصیب دار کن که ما دعا هم بلاشش نشد سلام میشد برای پروردگارا از خود دور نکنی و صلی الله علی محمد و آله و صحبه اجمعین برحمتك یا ارحم الراحمین.